بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سلام عرض می کنم خدمت همه شما خوبان، مهربانان، عزیزان. اگر از شما پرسیده بشه که آیا قرآن رو دوست دارید، جواب شما چه خواهد بود؟ شاید عجیب باشه در ابتدای برنامه برای شما عزیزان اولین سوال، اولین قدم و حرکت در اولین برنامه این چه سوالیه که حالا باید مطرح بشه. سوال رو تکرار میکنم. اگر از شما عزیزان پرسیده بشه، از من، از ما، آیا قرآن رو دوست دارید؟ جواب من و شمای بیننده چه خواهد بود؟ داریم درباره قرآن صحبت میکنیم، کتاب الله. قرآن وقتی که اسمشو میشنویم چه احساسی به ما دست میده؟ وقتی که از قرآن صحبت میشه، قرآنی که فراتر از تصور ماست، قرآنی که وقتی درباره‌اش صحبت میکنیم با احساس خاصی صحبت میکنیم، با تعبیراتی بسیار مؤدبانه، محترمانه. وقتی میخوایم به سراغش بریم حواسمون جمعه، مواظبیم. وقتی کار بسیار مهمی داشته باشیم، به خاطر اینکه عظمت و اهمیت کار خودمون رو نشون بدیم میریم سراغ قرآن. سعی میکنیم از قرآن استفاده کنیم. از همون روزی که به دنیا آمدیم دید ما نسبت به این کتاب بسیار محترمانه و مؤدبانه بود. از اون روزی که به دنیا آمدیم و چشم باز کردیم به ما یاد دادن که این کتاب یعنی همه زندگی. این کتاب یعنی تمام وجود من و توی مسلمان. از اون روز یاد گرفتیم، همون روز، که این کتاب عزیزتر از پدر و مادر ماست.
این کتاب از خود ما هم مهمتره، از وجود ما مهمتره. این کتاب انقدر ارزش داره که اگر دنیا از بین بره ساده تر تحملش تا اهانت و توهین به این کتاب. هممون وقتی که این سوال پرسیده بشه آیا قرآن رو دوست داری؟ شاید سوال عجیبی باشه، شاید تعجب بکنید. آقای سلیمانی این چه سوالیه؟ خب مشخصه هر انسان مسلمانی جوابش اینه که بی نهایت دوست دارم قرآن. مگه میشه انسان مسلمون باشه و نسبت به قرآن محبت نداشته باشه؟ مگه میشه انسان مسلمون باشه و درباره قرآن ازش بپرسن تردید داشته باشه در جواب این سوال؟ بله، قرآن رو دوست داریم. هممون میگیم قرآن رو دوست داریم. گفتنش آسونه. بگذارید یک جور دیگه سوال مطرح بکنم. شما کسی رو که دوست دارید، هر کسی، چه رابطه‌ای باش دارید؟ چطور باش برخورد میکنید؟ ما وقتی میگیم که فلانی رو دوست داریم، دوست ما برای ما چه جایگاهی داره؟ چقدر اهمیت قائلیم براش؟ چقدر ارزش قائلیم براش؟ چقدر سراغش رو میگیریم؟ چقدر برامون مهمه؟ چقدر در زندگیمون نقش داره؟ کجای زندگی ماست؟ کجای خواسته های ماست؟ چقدر حاضریم به خاطر اون فداکاری کنیم؟ چقدر حاضریم به خاطر اون وقت بذاریم؟ چقدر حاضریم در کنارش بشینیم، باهاش باشیم؟ جواب این سوالا وقتی داده میشه اون موقع درجه محبت ما رو مشخص میکنه. هر وقت به این سوالا جواب دادیم، چقدر برامون مهمه، کجای زندگی ماست، چقدر حاضریم براش وقت بذاریم، چقدر به فکرشیم، چقدر به یادشیم، چقدر باهاش زندگی میکنیم، چقدر از همراهیش لذت میبریم، چقدر دوست داریم که در تنهایی ها و مشکلات همراه ما باشه. جواب همه این سوالات نشان دهنده درجه محبت ماست نسبت به اون کسی که ما میگیم دوستش داریم، نسبت به اون کسی که ما ابراز محبت میکنیم بهش. دوباره سوالمو تکرار میکنم. چقدر قرآن رو دوست داریم؟ قرآن رو دوست داریم؟ کجای زندگی ماست؟ چقدر براش وقت میذاریم؟ چقدر برامون مهمه؟ شده تا حالا تو اولویت‌های زندگیمون وقتی برای خودمون برنامه میریزیم، برای اولویت هامون تو لیست برنامه‌ای اگر داریم، جایی برای قرآن گذاشته باشیم؟ آخرین بار کی رفتیم سراغش؟ دقت کنید به این جواب‌ها. یک کمی باید با خودمون خلوت کنیم، یک کمی باید با خودمون رو راست باشیم. می‌خوایم با هم راحت رو صحبت بکنیم، با هم بشینیم درد دل بکنیم. من، توی بیننده، ما، هر کسی از خودش سوال بکنه. جواب بدید خودتون برای خودتون. آخرین باری که رفتیم سراغ این کتاب کی بود؟ رمضان گذشته؟ شب عروسی؟ از زیرش رد شدیم؟ آخرین باری که دیدیمش کی بود؟ وقتی میخواستیم خونه جدید بخریم، اول بردیمش تو خونه که جن نیاد تو خونه. وقتی میخواستیم بریم سفر، آوردن از زیرش رد شدیم، بوسیدیمش که حفظمون بکنه. وقتی مریضی تو خونه بود، دکترها جوابش کردن، یادمون رفت، دوباره برگشتیم سراغش.
آخرین باری که خوندیمش کی بود؟ آخرین باری که این دوستمون رو ملاقات کردیم کی بود؟ آخرین باری که باش نشستیم درد دل کردیم کی بود؟ شده تا حالا وقتی که مشکلات و سختی ها فشار میاره به ما آرزو بکنیم کاش این دوستمون پیشمون می بود؟ شده تا حالا تو اون سختی ها، تو اون مشکلات، اون موقعی که واقعا احساس میکنیم نیاز داریم به یک دوست، به همراه، به کسی که باهاش راحت باشیم، وقتی که باهاش میشینیم درد دل بکنیم، اشک بریزیم، خودمون رو خالی کنیم در کنارش، بهش تکیه کنیم، وقتی باهاش میشینیم تمام غم‌های عالم رو فراموش کنیم. آخرین باری که نشستیم با این دوستمون کی بود؟ اصلا تا حالا همچین حسی رو تجربه کردیم باهاش؟ دوستش داریم؟ بله دوستش داریم. گفتنش آسونه، اما چه دوستیه که تا حالا چند ماه گذشته بعد از رمضان هنوز سراغ دوستش نرفته؟ چه دوستیه که فقط وقتی که از همه جا قطع امید میکنه تو مشکلات و سختی ها فقط یاد دوستش میافته، تو خوشی ها اصلا یادش نیست؟ چه دوستیه که در ادعا برام از همه چی مهمتره، حاضرم تیکه تیکه بشم، حاضرم قطعه قطعه بشم، کاغذ این کتاب پاره نشه. اگه ببینم یه گوشه‌ای از دنیای کسی اومد کوتاهی کرد، توهینی کرد نسبت به این کتاب، اشک میریزم. حاضرم هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم در راه دفاع از اون. اما وقتی خودم میام نگاه میکنم چقدر میشناسم این دوستم اصلا؟ چقدر میشناسمش؟ اصلا میتونم باهاش حرف بزنم؟ زبونشو بلد هستم اصلا؟ میتونم باهاش ارتباط برقرار کنم؟ تا رو شده باهاش صحبت کرده باشم، حرفاشو بشنوم، گفته‌هاشو شنیده باشم، گوش کرده باشم، فکر بکنم بهش؟ دوستی که به ادعا نیست فقط. آیا قرآن رو دوست داریم؟ همین ارتباطی رو که ما الان با قرآن داریم، همین رابطه‌ای رو که با قرآن داریم، همین جایی که قرآن تو زندگیمون داره در عمل، اگه همین رابطه رو، همین ارتباط رو، همین جایگاه رو با یک از دوستای دور و برمون داشته باشیم، یه دوست، یه همکار، یه رفیق، چه از خانواده چه از خارج از خانواده. آخرین باری که باهاش صحبت کردیم چند ماه پیشه. تو زندگیمون هم توی روزمره مشکلات روز انقدر زیاده، کارها زیاده که من نمیرسم بهش، وقت نمی‌کنم برم سراغش، نمیتونم ببینمش، تو برنامه زندگیم جایی نداره، از دور همینجوری نگاش میکنم، دست میکشم بهش. احترامش هم دارم، هر وقت فرصتی شد اگه جای مشکلی گیر کردم میرم سراغ دوستم. آیا این ادعا و دوستی رو یه رفیق دوست از ما قبول میکنه؟ یکی از دور بریای ما اگر همچین حرفایی بهش بزنیم من دوستت دارم، ما خب چند ماهی نتونستم بیام ببینم، چند ماهی نتونستم با تماس بگیرم، چند ماهی نتونستم بهت پیام بدم، حتی چند ماهی نشده صداتو بشنوم، چند ماهی نشده که بیام پیشه، چند ماهی نشده ازت خبر بگیرم. حالا فعلا باشه، باز تا عروسی سال بعد اگه مثلا همه جمع شدیم کنار هم، تو هم میای دعوتت میکنم، منم میام، هم دیگه میبینیم دیگه، مهم نیست. رمضان که شد دوباره باز قرآن میاد، با هم میریم سراغش. چی باید گفت؟ آدم نمیدونه از کجا شروع بکنه اصلا. ما هممون میگیم قرآن رو دوست داریم، اما قرآن کجای زندگی ماست؟ چقدر قرآن خوندن بلدیم؟ اگه قرآن خوندن بلدیم چقدر میخونیم؟ اگه خوندنشو بلدیم و میخونیم چقدر فهمیدیمش؟ اگر میفهمیمش
چقدر عمل کردیم بهش؟ این دوستمون رو چقدر شناختیم، چقدر حرفاشو فهمیدیم، چقدر به حرفاشو گوش کردیم، چقدر اون چیزایی رو که دوست داشته انجام دادیم، اون چیزایی رو که دوست نداشته ترک کردیم، چقدر وقت گذاشتیم براش. این قرآنه. اما این چی؟ یه گوشیه، یه گوشی همراهه، همیشه همراه همه. چرا؟ نیاز دارم بهش، میخوام رابطه برقرار کنم، میخوام همیشه در ارتباط باشم. دنیا مشکلات داره، سختی ها داره، به هر حال من باید در ارتباط باشم با اطرافیانم، با دوستام، با کسایی که با اونا کار میکنم، باید ارتباط داشته باشم با اونها. باید همیشه یه چیزی باشه پیشم که بتونم باشون تماس بگیرم، ارتباط برقرار کنم، باشون ارتباط داشته باشم، رابطه داشته باشم، پیام بفرستم، پیام دریافت کنم. مگه میشه بدون این زندگی کرد؟ تو این دور زمانه مگه میشه بدون موبایل زندگی کرد، بدون یه گوشی همراه زندگی کرد؟ دنیای ارتباط، عصر ارتباطاته، باید ارتباط برقرار کرد. خدا نکنه چند روز یکی از پیام رسونامون قطع بشه. اوه چقدر ناراحت میشیم. آقا چی شد؟ چرا فلان شرکت قطع شد؟ چرا فلان چیز قطع شد؟ چرا اینطور شد؟ چرا اونطور شد؟ روزی چند بار میشینیم پیشش؟ هر کی خودش برای خودش جواب بده. چند ساعت از وقت ما رو این میگیره؟ چقدر برامون برای این ارزش قائلیم؟ صبح، ظهر، شب، تا کوچکترین فرصتی گیرمون میاد یکی دو تا پیام رد و بدل میشه، خواهی نخواهی. این یه گوشی خریدیمش، این ازمش دور. این چی؟ قرآنه، کلام خداست. این چقدر جا داره تو زندگیمون، این چقدر جا داره تو زندگیمون. قرآن دوست داریم؟ من دوست داریم دیگه، قرآن رو دوست داریم، خیلی هم دوستش داریم. شده تا حالا بریم یه روزی گوشه اتاق خونمون برش داریم نگاش کنیم، گل خاکشو بگیریم حداقل. اون خونهایی که حالا جلدش میکنن، پارچه هایی رو بعضی جا پارچه هایی میپوشونن دورش، یکی دو تا سه تا چهار تا هفت تا هشت تا 7-8 تا پارچه قرآن، نباید زیاد خاک بخوره. یه گوشه بالا تو تاقچه میذاریم، خدا نکنه بیفته زمین، اوه چی کار شد، چه گناه بزرگی شد، ورش میداریم میبوسیمش، دور میذاریمش سر جاش. همین. شب عروسی میاریم میذاریم سر سفره عروس داماد، اینجا قرآن گذاشتیم براش. وارد خونه میشیم میاریم اول قرآن بیاریم، کسی سفر میره قرآن همراهش میبریم. اگر رفتیم سفر موبایل حتما همراهمون باشه، شارژرش همراهمون هست، 24 ساعت میزنیمش به شارژ، قطع نشه، ارتباطمون با دیگران قطع نشه. این ارتباط ما رو با بنده ها برقرار میکنه، اما این ارتباط ما رو با خالق برقرار میکنه. این ارتباط ما رو با خدای ما برقرار میکنه. این وسیله ارتباطی با اون کسی که ما رو خلق کرده. کل عالم به اختیار اونه، همه چی دست اونه. این وسیله ارتباط با مخلوقات. تمام برنامه‌هاشو که حفظیم به جای خودش، فلان ورژن جدیدش اومده، آپدیتش کردی یا نه؟ آخرین باری که مصحف رو برداشتیم سعی کردیم یه تجدیدش بکنیم، بازبینیش بکنیم، حداقل گرد خاکش رو بگیریم، کی بود؟ آخرین باری که سعی کردیم نظرمون و دیدمون رو نسبت به این کتاب عوض بکنیم، آپدیتش کنیم، دیدمون رو نسبت به این کتاب کی بود؟ رمضان پارسال. دوست داریم قرآن، حقیقتا هم دوست داریم، اینو به جد میگم.
واقعا دوست داریم، هممون قرآن رو دوست داریم، اما هنوز معنای دوستی رو نفهمیدیم. دوستیمون تعبیر خودمونه، فقط اون دوستی که ما فکر میکنیم. این قرآن ماست، زندگی ماست، وجود ماست، دین و ایمان ماست، همه چیز ماست. عزیزترین جزء زندگی ماست. حقیقتا این گونه است. وقتی از همه میباریم تازه بیاد این میافتیم. خیلی عظیمه برامون، خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. هر چقدر بگم عظیمه کم گفتم. اما چرا از این عظیم قدر دور شدیم؟ چرا فاصله گرفتیم ازش؟ چرا نمیذاریم براش وقت کافی؟ چرا نمیخوایم جز اولویت‌های زندگیمون باشه؟ چی سبب شده؟ چرا دور شدیم ازش؟ پریشونیم، نگرانیم، مشکلات داریم. میریم سراغ روانپزشک، میریم سراغ این، میریم سراغ اون، زنگ میزنیم با این یکی، البته با این تماس میگیریم. فلانی من این مشکل دارم، فلانی من این مشکل دارم. چرا با این تماس نمیگیریم؟ اینم یه راه ارتباطیه، اینم یه راه ارتباطیه. این ارتباط با بنده است، این ارتباط با خالقه. چرا وقتی که ما تو زندگیمون به بنبست میخوریم سراغ این یکی میریم، اما سراغ این یکی نمیریم؟ این تنها راه ارتباط با خالقه. به ما یاد میده که چطوری باش ارتباط برقرار کنیم. ما تو زندگیمون اگر مشکل داریم، این دستور عمل زندگی ماست. این همون برنامه‌ای که خالق فرستاده برامون و میدونه که مشکل ما کجاست. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اون کسی که شما را خلق کرده نمیدونه که چی خلق کرده؟ آیا اون نمیدونه؟ اونه که میدونه مشکل کجاست. اونه که میدونه ما چیکار باید بکنیم، کجا باید بریم. ما وقتی که از این کتاب دور شدیم، مشکلات ما شروع شد. اون موقعی که ما این کتاب داشت نازل میشد، تازه یه قومی رو از این رو به اون رو کرد. بدترین قوم روی زمین رو بهترین قوم روی زمین کرد این کتاب. و ما افتخار میکنیم به نام اونها. امروز این کتاب دست ماست، اما فاصله گرفتیم ازش. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اگه این کتاب باز کنیم تو سوره فرقان آیه 30 این آیه رو پیدا میکنیم. و پیامبر فرمود پروردگارا، این قوم من قرآن رو ترک کردند. قرآن مهجوره، ترک شده. قرآن ترک شده. یه مقدار قرآن گوش میکنیم، یه چند آیه تلاوت رو گوش بکنیم، برمیگردیم. بس ما هنوز خیلی حرف داریم برای گفتن. ما میخوایم دوباره شروع کنیم، میخوایم برگردیم، میخوایم دوباره با این دوستمون آشتی کنیم. من و شما میخوایم با هم عهد کنیم این کتاب، این دوست دیگه جز اولویت‌های زندگیمون باشه. دیگه نذاریمش تو طاق خاک بخوره. دیگه میخوایم همیشه همراهمون باشه. مهمتر از این یکی. نمیگم اینو بذاریم کنار، نه، این رو هم میاریم حداقل. این رو هم اهمیت میدیم بهش. بیشتر از این. چند آیه رو گوش میکنیم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. باز شد با ما باشید همچنین. الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناكم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
با عرض سلام مجدد. حقیقتا اگر زخمهای روح انسان رو، اگر غمهای درون انسان رو این صدا، این تلاوت، این آیات، این کتاب نتونه درمان بکنه، کی میتونه درمان بکنه؟ اگر واقعا ما مشکلات خودمون رو، روح خودمون رو با اون چیزی که الله تعالی به عنوان شفا فرستاده برای ما با این درمان نکنیم، کجا باید بریم؟ یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ای مردم، همه انسان ها، نه فقط کسایی که به این کتاب ایمان آوردن، هر انسانی، هر کسی رو که الله خلق کرده. یا ایها الناس، فرزندان آدم، ای مردم، یک پندی از جانب الله تعالی برای شما اومده. یه نامه است، یه پیامه از طرف الله تعالی است. پیامبر بزرگواری آوردتش. موعظة من ربکم، یه پیام از طرف دوست، از طرف کسی که عزیزترینه، از طرف کسی که بیشتر از هر کسی دیگری ما رو دوست داره. اگه از من و شما پرسیده بشه کی بیشتر از همه شما رو دوست داره، خب از بین انسان‌ها یک نفری رو شاید معرفی بکنه. مادر همیشه ضرب المثل در محبت و دوستی. خب اگر گفته بشه الله تعالی بیشتر تو رو دوست داره یا مادرت، جواب چیه؟ الله تعالی. این پیام از طرف الله است. این رو الله تعالی فرستاده برای من و توی بیننده، برای کل بشر. وقتی که ما یک کسی رو دوست داریم، یک پیامی رو برای ما میفرسته. اون پیام چه قدیما که حالا رو کاغذ می نوشتن، چه دیدن که حالا وسیله پیام میفرستن، حالا چه ایمیلی باشه، چه پیامکی باشه، چه در انواع اقسام برنامه‌هایی که وجود داره. این پیام وقتی برامون زیباست، وقتی قشنگه، دیلیتش نمی‌کنیم، حذفش نمی‌کنیم، نگرش می‌داریم. هر چند وقتی میایم یه نگاه بهش میندازیم، یه تجدید روحیه‌ای می‌کنیم، یه تجدید قوایی می‌کنیم. هر وقت می‌خونیمش خوشحال میشیم. فلانی برام پیام فرستاد. خدا نکنه یه بزرگی برامون یه گوشه کاغذ یه چیزی بنویسه، با افتخار میبریمش، قاب میکنیم، میذاریم گوشه اتاق. هر کی بیاد یا فلانی برام فرستاده. اگه محبوبی برای ما نامه‌ای نوشت، اوه نپرس، کلا دیگه تو 6 تا صندوق قفلش میکنیم. نکنه یه روزی موریانه بیاد بخورتش. تا آخر اون نگرش میداریم، نگاهش میکنیم، میخونیمش. برداشت‌های مختلف داریم. اگه شعری نوشته 100 تا تفسیر میکنیم شعرشو. اگه جمله‌ای نوشته 60 بار از اول تا آخر حفظش میکنیم. این طبیعت محبته، این طبیعت رابطه دوستیه. این پیام از طرف الله تعالی است. اینو کسی برامون فرستاده که بیشتر از هر کسی ما رو دوست داره. اون ما رو دوست داره، گرچه ما گهگداری بی‌مهری میکنیم، گرچه ما هنوز نشناختیمش اونجوری که شایسته شناخته است. و ما قدر الله حق قدره. این پیام پیش ماست. این پیام باید ازش استفاده بکنیم. این پیام رو باید در زندگیمون بیاریم. و پیامبر در روز قیامت میفرماید پروردگارا، قوم من این کتاب رو ترک کردن، مهجور این کتاب. ترک این کتاب چند نوع داره. هجر قرآن، مهجور بودن قرآن چند شکل. یکی گوش نکردن به قرآن. ما چقدر تو زندگیمون قرآن گوش میکنیم؟ تو خونمون اسم چند تا قاری رو بلدیم؟ هر کسی خودش منصفانه جواب بده. سوال جوابه من اگه امروز زیاد شد منو معاف کنید. چقدر
اسم چند تا قاری رو بلدیم جز عبدالباسط؟ کسی دیگه ایران بلد هستیم؟ حالا این کسایی که بودن مشهورترن. عبدالباسط که ماشاءالله خداوند رحمت بکنه و به قبرش نور ببارونه، همه میشناسنش. نه به خاطر اینکه حالا متاسفانه، نه به خاطر اینکه شاید صداش خیلی زیباست، از بس برای مرده ها نوارشو گذاشته شده، از بس سر قبر و سر جنازه و برای مرده صدای عبدالباسط رو شنیدیم. هر جایی که صداش پخش میشه یاد مرگ میافتیم، یاد مرده ها میافتیم. کاش یاد مرگ میافتیم. حتما کسی اینجا مرده. بحث شریش به جای خود، اون محل بحث ما نیست. اگر تو خونه تلاوت قرآن پخش بشه، یک کسی از اون بیرون رد بشه، از دم شیشه پنجره رد بشه، اینجا کسی مرده فلانی چه مصیبتی رسیده. اگه غیر از اینه بگید نه، غیر از اینه، شما اشتباه میکنید. اگه قرآن پخش شد نشانه غمه. اگر خدایی نکرده برعکسش، هر جایی که گذر کردیم اون سر و صدا بود و بزن و بکوب بود، عروسیه اینجا محفل شادیه. این توی جامعه ما مسلمان هست، توی بین ما دوستدارای قرآنه. قرآن شده نماد غم. چقدر در خلوتمون قرآن گوش میکنیم؟ یکی از نمونه های ترک قرآن در زندگی ما گوش نکردن به قرآنه. تلاوت هایی که ما شاید بین راحتی ها راضی نشیم گوش بکنیم. در مقابل متاسفانه مشاهده میشه در بین جوانای ما بیشتر و خب قبل و بعدمون هم حتی متاسفانه، اگر بگیم خب اسم فلان خواننده این اون این، نمیخوایم بحث اصلا باز بکنیم. جواب رو خود عزیزان میدونن دیگه. چقدر اسمشو میدونیم و شعرها رو حفظیم. آلبوم فلان ساله. اسم اگر پرسیده بشه اسم 10 تا قاری رو نام ببرید که صداهای قشنگی دارن. اگر کسی تونست صدای 10 تا قاری رو نام ببره، حداقل 5 تا قاری رو نام ببره، امیدوار باشه که قرآن گوش میده. اگر کسی بلد نیست، چرا بلد نیست؟ آیا نیست؟ قاری نیست؟ قرآن نیست؟ تلویزیون نیست؟ همین دستگاهی که از طریق اون الان صدای بنده رو دارید میشنوید، تو همین دستگاه میتونید شما شبکه‌ای رو بگیرید که 24 ساعت دارن قرآن میخونن. شبکه القرآن الکریم که 24 ساعت مسجد الحرام رو پخش میکنه، همش داره قرآن پخش میکنه، 24 ساعت داره تلاوت پخش میکنه. و شبکه‌های فراوان دیگری که هستن. یکی از نمونه‌های ترک قرآن کریم تلاوت گوش ندادن، یعنی گوش نکردن به قرآن. این نمونه هیچ کسی در ترک این مورد عذر و بهونه‌ای نداره. اگر عزیزی، اگر پدر بزرگواری، اگر مادر گرامی و گرانقدری تلاوت کردن بلد نیست، نمیتونه از رو بخونه، صفحه باز بکنه، مصحف ورق بزنه، تلاوت بکنه، ایشون هم حتی بهونه نداره که نمیتونه قرآن گوش بکنه. هیچ بهونه‌ای وجود نداره. هیچ بهونه‌ای باقی نمیمونه. گوش کردن که دیگه سواد نمیخواد. گوش کردن که دیگه نیاز به آگاهی نداره. کافیه که ما بخوایم از فرزندامون، بخوایم از دوستامون، بخوایم از آشناهامون، بخوایم برامون اگر یک شبکه ماهواره‌ای، اگه ماهواره هست، شبکه ماهواره‌ای رو پیدا بکنن که قرآن داره میخونه، نوارهاش هست، حالا نوار که داره دورش جمع میشه، CD هاش هست، میتونیم گوش بکنیم. تلاوت فراوان ریخته تو گوشی موبایل، فراوان یافت میشه. تلاوت گوش بکنیم. یکی از این نمونه هست. به والله اون کسایی که لذت تلاوت قرآن رو شنیدن هرگز حاضر نیستن برن سراغ موسیقی. هرگز حاضر نیستن. اون کسایی که تجربه کردن. این حرف اون کسایی که هر دو دوران رو تجربه کردن. یعنی هم تو اون وادی بودن، هم لذت تلاوت قرآن رو چشیدن. نمونه‌هاش اگه بخوایم ذکر بکنیم زیادن. بسیار از این کسانی که تو غرب خواننده‌های بسیار مشهوری هم بودن، حتی خودشون نه تنها که
گوش میکردن میساختن اصلا موسیقی و ترانه برای دیگران. بعد از اینکه اومدن بیرون الان حاضر نیستن حتی صدای خودشون رو که قبلا ضبط کرده بودن گوش بکنن و با خجالت حتی گهگدار درباره گذشته خودشون صحبت میکنن. اینو کسایی بودن که خودشون اصلا مردم شیفته و شیدای اینها بودن. لذت تلاوت وقتی انسان بره در بحرش، وقتی که زندگی بکنه باش، وقتی که جزئی از وجود انسان بشه، وقتی که انسان نتونه بدونش زندگی بکنه، وقتی که واقعا دوست باشه، واقعا رابطه دوستی رو به اون معنای واقعی ایجاد بکنه، بفهمه، دنبالش باشه، فقط ادعا نکنه. نه، گوشی که عادت کرده به تلاوت قرآن، گوشی که جای قرآنه، این گوش هرگز جای دیگران چیزهای دیگری نخواهد شد. اونم شعرهایی که نه معنایی داره، نه سرش معلومه، نه تهش معلومه. و یک اجازه بدید کمی خودمون رو تر صحبت بکنم. اگر خدای نکرده هنوز عزیزی داره موسیقی گوش میده و خیلی از این موسیقی هم که گوش داده میشه صدای زن و موسیقی کانچنانی و به هر حال متاسفانه انسان از حالت عادی خارج میکنه، آیا واقعا شما رو به آرامش میرسونه؟ یک دنیای خود ساخته‌ای برای انسان ایجاد میشه، انسان تو توهمات خودش غرق میشه، میره و اون تصوراتی که داره، آرزوهایی رو که داره، رویاهایی رو که داره برای خودش ترسیم میکنه، دستی که رو میگیره با خودش توی رویاها قدم زنان لب ساحل آرزوهای خودش قدم میزنه، یک کلبه‌ای برای خودش درست میکنه و میره همینجوری تو رویاهای خودش پرت غرقه. بعد یک دفعه خدا نکنه برق بره یا اینکه یه استوب بزنن دیگه، تمام اون کاخ آرزوهاش خراب میشه رو سرش، بدتر از اون حالتی که قبلا داشت میاد بیرون. کمی ناراحت بود، برای فرار از ناراحتی و غم رفت تو سراغ این دنیای خود ساخته، توهمات. بعد یه نیمچه تجربه لذت بخشی داشت توی توهمات خودش، بعد وقتی که برگشت دیگه اون تجربه هم نبود، بدتر میشه. اما قرآن اینطوری نیست. تلاوت قرآن انسان رو به اصل میرسونه، انسان رو به خودش برمیگردونه، انسان رو زنده میکنه، انسان رو دوباره سیراب میکنه از اون چشمه اصلی. چرا که قرآن کلام الله است. چرا که قرآن کلامی نیست که انسان بشر اومده باشه این رو از پیش خودش آورده باشه. این نسخه شفاست. الله تعالی در آیه که داشتم خدمتتون تلاوت میکردم میفرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. یه پیام اومده از طرف الله تعالی برای شما. این آیه 57 سوره مبارکه یونس. و شفاء لما فی الصدور. این درمان اون چیزی که تو دل شماست، تو سینه شماست، تو قلب شماست. این اومده تا دلهوره های شما رو درمون بکنه، این اومده تا دلواپسی های شما رو از بین ببره، این اومده تا اضطراب دل شما رو آروم بکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. دلها با یاد الله آرامش میگیرند. فقط این دل اگر ظرفی شد برای این، اون موقع دیگه هیچ چیز حاضر نیست با این عوض بکنه. در ادامه آیه و هدی و رحمت للمؤمنین، هدایتی است، رحمتی است برای مؤمنین. این قرآن شفاست. قرآن نوشداروه. تعبیرات کم میارن. نوشدارو تعبیری نیست که ما بتونیم، فقط تقریب معانی است، نزدیک کردن معنا به ذهن این کلماتی که ما استفاده میکنیم. اصل خیلی فراتر از این. در آیات مختلف الله تعالی درباره شفا بودن قرآن صحبت میکنه و خب یکی از این راهها بحث گفتیم گوش کردن تلاوت. ما اولین کاری که باید بکنیم سعی بکنیم ارتباط خودمون رو با قرآن از طریق تلاوت شروع بکنیم. این یک مورد اول. اگه تا به حال کوتاهی داشتیم، بی‌مهری داشتیم نسبت به گوش دادن تلاوت، باید گوش بکنیم. بیایم تلاوت گوش بکنیم. پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که قرآن بر خود ایشون نازل شده بود، گهگداری می نشستن از صحابه گوش میکردن. عبدالله بن مسعود، سالم، اینا صحابه بزرگواری بودن که تلاوت میکردن و رسول صلی الله علیه و سلم از اینا تلاوت گوش میکردن. اونا میخوندن، پیامبر گوش میکردن. تلاوت گوش بکنیم. حتی اگر تلاوت قاری خاص پیش ما نیست، بریم بگردیم دنبالش، اهمیت قائل بشیم.
قاری‌های مختلف ماشاءالله با ذائقه‌های مختلف، هر کسی که خب هر صدایی رو دوست داره، بریم تلاوت‌ها رو جمع‌آوری بکنیم، پیدا بکنیم، بگیریم، گوش بکنیم. وقت خودمون رو با این پر بکنیم، گوش خودمون رو نوازش بدیم با تلاوت، آرامش بیاریم تو زندگیمون. این بخش اول. بخش دومی که قرآن کریم مهجوره، علاوه بر گوش دادن تلاوت، خود تلاوت کردنه. ما علاوه بر این که باید گوش بدیم، باید تلاوت بکنیم. خود تلاوت عبادت جداگانه است. گوش دادنش یک عبادت، تلاوت کردن یک عبادت دیگه است. تلاوت کردن قرآن، کسانی که بلد هستن که الحمدلله، عزیزانی که بلد نیستن شروع بکنن یاد گرفتن. آقای سلیمانی دیر شده دیگه، عمری از ما گذشته دیگه، ما الان به سن و سالی رسیدیم که دیگه وقت آموزش و تعلیم نیست. نه مادر من، نه پدر من، هیچ وقت دیر نیست، هیچ وقت دیر نیست. شروع بکنید، از همین الان شروع بکنید، نیت بکنید، قصد بکنید، اراده بکنید، حرکت بکنید. اگه عمری باقی بود یاد میگیرید. اگرم تقدیر چیز دیگری رو رقم زده بود، حداقل روز قیامت بهونه‌ای داریم. خدای ما شروع کردیم، وقت نشد، عمر کفاف نداد، تقدیر تو اینجوری بود دیگه نشد. حداقل بهونه‌ای داریم، عزیزانی که بلد هستن، بلد بودن به این معنا نیست که ما وقتی قرآن رو برمی‌داریم همینطوری که دلمون میخواد بخونیم. نه، بریم یاد بگیریم، خوندن قرآن رو یاد بگیریم. روخانی قرآن مرحله اول که چطور بخونیمش، و مرحله بعدش روانخوانی و درستخوانی قرآن و بحث تجویدش، اونجوری که شایسته است بخونیم قرآن رو، اون جوری که از ما خواسته شده بخونیم قرآن رو. این مرحله دوم، تلاوت قرآن، تلاوت بکنیم قرآن رو. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود کسی که یک حرف از قرآن رو میخونه یک نیکی برای اوست و الله تعالی نیکی ها رو 10 برابر به شما میده. من نمیگویم الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف، لام یک حرف و میمش یک حرف. این به معناست کسی که بگه الف لام میم 30 نیکی برای خودش کسب کرده. این حدیث پیامبر اکرم علیه السلام، حدیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم. کسی که شروع بکنه به خواندن قرآن، همین که گفتید الف لام میم 30 نیکی نوشته شد، 30 تا نیکی نوشته شد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من نمیگم که خود الف لام میم کلش یک حرفه، الفش یک حرف، لامش یک حرف، میمش یک حرف. خود سوره حمد شما حساب بکنید چقدر میشه. اگر کسی کل قرآن رو بخونه چقدر نیکی برای خودش ذخیره کرده. به ازای هر حرفش، تو هر صفحه شما ببینید چقدر حرف است، تو هر خط چند حرف است، تو هر حرف چند صد نیکی، تو هر خطش چند صد نیکی نوشته میشه. تلاوت قرآن. و پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن که مثال مؤمنی که قرآن میخونه به مانند ترنجه، هم بوش خوبه هم طعمش خوبه. اما مؤمنی که قرآن نمیخونه مثل خرما است، بوی نداره، طعمش خوبه، مسلمون هست اما بوی نداره. این مسلمان اسلامش زیاد بوی نداره. تو یک جمعی که وارد شد دور و بری متوجه نمیشن این وارد شد. ترنج رو شما یک جایی فقط اینو بیارید قاچش کنید ببریدش، کل جمع متوجه میشن اینجا یک ترنجی هست، بوش پخش میشه کلا. مسلمانی که قرآن میخونه اینطوریه، تو هر جمعی که وارد میشه این عطر ایمانش، تلاوتش، بوی اسلامش جمعو پر میکنه، ساکت نمیشه یه گوشه‌ای. این تفاوت مسلمانی که قرآن میخونه و مسلمانی که قرآن نمیخونه. خرما رو شما 10 تن خرما رو بیارید یه گوشه‌ای بذارید، کسی که تو اون فضا نباشه، ندیده باشه، اصلا متوجه نمیشه اینجا خرما آورد. بوی نداره خرما. یه جعبه ترنج بیارید بذارید یه گوشه‌ای، کل فضا رو عوض میکنه. این مثال مسلمانی که قرآن میخونه و فرق مسلمانی که قرآن نمیخونه. این فقط یک بخشیشه، نه که فقط همین یکی برق داشته باشن. رسول صلی الله علیه و سلم خواستن در قالب تمثیل یک چیزی رو که قابل فهم باشه برای ما معرفی بکنن، وگرنه هرگز اون کسی که
قرآن نمیخونه نمیشه مقایسهش کرد با کسی که قرآن میخونه. حداقلش اینه که کسی که قرآن میخونه چقدر نیکی برای خودش جذب کرده. اون کسی که قرآن میخونه غم‌ها و غصه‌های خودش رو دور کرده. این کسی که قرآن میخونه با الله تعالی رابطه داره. اون کسی که ول کرده قرآن رفت یه گوشه‌ای، خب جای قرآن چیز دیگه میگیره. جای قرآن چیز دیگه گرفته. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. آیه 36 سوره زخرف. هر کسی که از یاد الله غافل شد، از ذکر الله، کلام الله، از کلام خدا، از یاد خدا غافل شد، ما چیکار میکنیم؟ ما شیطانی رو بر اون مسلط میکنیم که این شیطان همیشه همراه اون هست. باز در سوره مبارکه نساء آیه 38 الله تعالی میفرماید در آخر آیه و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. کسی که شیطان همنشینش بشه چه بد همنشینی داره این آدم، چه همنشین بدی داره این آدم. کسی که قرآن همراهش نبود شیطان همنشینش. شیطان جاشو پر میکنه. شیطان هم که جای کسی همنشین کسی شد، همراه کسی شد، چیکارش میکنه؟ میگذاره نیکی بکنه، میگذاره عبادت بکنه؟ نه. این میشه که الله تعالی فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. کسی که از یاد من، از ذکر من، از کلام من، کلام الله بارزترین تعبیر و تفسیر ذکر الله است. کسی که از کلام الله، از یاد الله، از ذکر الله دور شد، الله تعالی میفرماید که زندگی سختی رو برای اون خواهیم داد. زندگی اون رو تنگش میکنیم. زندگی تنگ خواهد داشت. فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. روز قیامت این انسان کور محشور میشه. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. پروردگار چرا منو کور حشر کردید؟ من چشم داشتم. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. آیه 124 تا 126 سوره طه است. ما آیات خودمون رو به تو دادیم. کتاب ما اومد پیش تو، آیات ما به تو داده شد، تو فراموششون کردی. و كذلك اليوم تنسى. امروز هم تو به فراموشی سپرده خواهی شد. امروز هم فراموش میشی چون که آیات کلام الله رو، کلام خدا رو فراموش کردیم. کسی که از کلام الله تعالی دور شد، الله تعالی میفرماید اون زندگیش تنگ میشه. اگر زندگی ما دچار مشکله، اگر زندگی ما هر جایی رو حرکت میکنیم، راهی رو حرکت میکنیم، داریم به مسیری وارد میشیم، داریم یک کاری داخل میشیم، اگر در احساس میکنیم فرصتایی که در مسیر ما قرار میگیره موفق نیستیم، برگردیم ببینیم ارتباط ما با قرآن چقدره. الله تعالی فرمود کسی که از این دور شد زندگیشو سخت میشه، زندگیش تنگ میشه براش. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. در آیه 96 سوره مبارکه اعراف الله تعالی میفرماید اگر مردم شهرها و قریه ها تقوا پیشه میکردند، تقوا پیشه کردن با مراجعه به قرآنه، با برگشت به قرآنه، با آمدن به سراغ قرآنه. اونها، ما درهای رحمت خودمون رو، برکت‌های خودمون رو از آسمون و زمین بر اونها باز میکنیم، اما تکذیب میکنن. فاخذناهم بما كانوا یکسبون. با هم اونها رو به سزای اعمالی که انجام دادند میگیریم. پس مختصر کنیم بحث رو. دومین مسئله که ما باید برگردیم بهش، بعد از اینکه قرآن گوش بکنیم، قرآن تلاوت بکنیم. هنوز موارد دیگری باقی مونده و ان شاء الله تلاوتی رو باز گوش میکنیم. به همراه شما عزیزان برمیگردیم. باشه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله أكبر. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بزرگواران. یکی از اقسامی که قرآن ترک شده، همونجور که ذکر کردیم، گوش نکردن به قرآن. گوش کردن به قرآن یکی از اولین کارهایی است که ما باید در راه بازگشت به سمت قرآن انجام بدیم. دوم، تلاوت کردن قرآن. سوم، تدبر و فهمیدن قرآن یکی از مواردی است که ما باید بهش بپردازیم. اول گوش بکنیم، بعد تلاوت بکنیم، بعد سعی کنیم بفهمیمش. ما در فهم قرآن باید دقت بکنیم، سعی بکنیم که در معانیش، در تفاسیرش، در مفهومش، مرادش یاد بگیریم، استفاده بکنیم از کتاب‌هایی که هست، از ترجمه‌هایی که هست و سعی بکنیم خودمون رو نزدیک بکنیم، سعی بکنیم خودمون رو ارتباط بدیم با قرآن کریم در فهمش، در درکش و از برنامه‌هایی که در باب تفسیر گذاشته میشه استفاده بکنیم، گوش بکنیم. اگر خوندن بلد هستیم تفسیرهایی رو که حداقل به زبان ما نوشته شده و مورد اعتمادن و میتونیم از اونها استفاده بکنیم، تهیه بکنیم و از اونها استفاده بکنیم و تفکر بکنیم در قرآن کریم. ما خود آیات کلام الله مجید و در بسیاری از سوره ها وقتی که بررسی میکنیم، الله تعالی بارها ما را به تفکر و تعقل و اندیشیدن دستور داده. ما باید تا میتونیم سعی بکنیم بفهمیم قرآن رو و درک بکنیم و احساسش بکنیم، باش رابطه بگیریم، باش زندگی بکنیم. بشینیم یک آیه رو شده یک روز، 2 روز، 3 روز راجبش فکر بکنیم. پیامبر اکرم علیه السلام آیه رو شب تا صبح در نماز تلاوت میکردن، گریه میکردن و این اتفاقات برای رسول صلی الله علیه و سلم وقتی افتاده. برای ما جا داره که نسبت به آیات قرآن تأمل بکنیم، تفکر بکنیم و بشینیم دربارش فکر بکنیم و به معنا و مفهومش پی ببریم و اون رو در زندگی خودمون بیاریم و از اونها استفاده بکنیم و تا بتونیم ارتباط خودمون رو با کلام الله مجید بهتر و بهتر و بهتر بکنیم. علاوه بر تفکر به آیات و تأمل در آیات و فهم آیات، مسئله دیگری که باید ما مواظب باشیم و از جمله موارد ترک قرآن کریم محسوب میشه، ترک عمل به قرآن کریمی که مهمتر از موارد گذشته هم هست. ما نباید تنها فقط به گوش کردن و تلاوت کردن و فهمش اکتفا بکنیم، بلکه باید عمل بکنیم به قرآن کریم و بیایم و قرآن رو در زندگی خودمون اجرا بکنیم، قرآن رو در زندگی خودمون تطبیق بدیم و اون چیزی که از ما خواسته انجام بدیم و اون چیزی رو که از ما خواسته که ترک بکنیم اون رو ترک بکنیم. اینها بخشی از مواردی است که ما در باب بازگشت به قرآن کریم باید بهش برگردیم. اما موردی و تمام این مواردی که ذکر شد، آن چیزی که ما رو کمک میکنه تا بتونیم همه رو یک جا با هم داشته باشیم و هم به تن برگردیم به سمت قرآن کریم، مقوله بسیار مهمی است به نام حفظ آیات کلام الله مجید. حفظ قرآن کریم به ما کمک میکنه که ما از یک طرف هم بهتر بفهمیم قرآن کریم رو، هم بیشتر تلاوت کنیم قرآن کریم رو، هم بیشتر گوش بدیم به قرآن کریم و هم بهتر و بیشتر عمل بکنیم به قرآن کریم. حفظ قرآن کریم شاید در ظاهر به نظر کار سختی بیاد. حفظ کردن یک کتاب به کامل، اما همتی جانانه از طرف من و شمای بیننده ما رو میرسونه به این هدف. اگر بدونیم که چقدر فضیلت ها ذکر شده برای حافظ قرآن، الله تعالی چقدر ارزش قائله، چقدر اهمیت میده به کسی که کلامش رو حفظ میکنه و عمل میکنه به این کلام. 2 شرط ملازم همن. نه تنها حفظ بکنیم، حفظ میکنیم به نیت عمل، به این که
بهتر عمل بکنیم، بیشتر تلاوت بکنیم. حفظ قرآن کریم، خود قرآن کریم چقدر در چشم ما عزیزه، چقدر اهمیت میدیم بهش. کسی که قرآن رو حفظ میکنه هم همینقدر در چشم ما عزیز میشه. انس بن مالک، اون غلامی که 10 سال خدمت پیامبر اکرم علیه السلام رو کرد، اون خوش نصیب، صحابی بزرگوار میفرماید که اگر کسی سوره بقره و آل عمران رو حفظ میکرد در زمان ما، در چشم ما بسیار بزرگ میشد این آدم. ما دیدیم اون نسبت به این آدم تغییر میکرد. دیگه اون آدم برامون آدم قبلی نبود. بقره و آل عمران حفظ کرده بود. کل بقره و آل عمران میشه 76 صفحه با هم بذارید با سوره حمد. و هنوز 4 جز هم کامل نمیشه. چه برسه به کسی که حالا باز کل قرآن حفظ میکنه. الله تعالی هم همچین فردی نزد الله تعالی هم ارزشش، مقامش بالا میره. الله تعالی کسی رو که قرآنش رو حفظ میکنه، کلامش رو حفظ میکنه و عمل میکنه بهش و تلاوت میکنه. حفظ کردن با تلاوت انجام میشه. مثلا وقتی زیاد تلاوت بکنه حفظ میکنه. حفظ کردن به این معنی است که زیاد تلاوت میکنه و گوش میکنه و خود این سبب میشه تا انسان انگیزه پیدا بکنه بیشتر برای عمل کردن به آیات کلام الله مجید. الله متعال این انسان انقدر براش عزیزه که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود روز قیامت حافظ قرآن رو میارن و بر سرش تاج میگذارن. این تاج انقدر عظیمه و انقدر با ارزش و انقدر نورانی که وقتی بر سر این شخص گذاشته میشه از دور جلب توجه میکنه برای همه. یعنی قرآن رو حفظ کرده. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود که باز قرآن میاد خدای این رو تاجی که گذاشتید لباسی هم از لباس مخصوص حفاظ را به تنش میکنن، لباسی هم به تنش میشه. این انسان وقتی که میخواد در بهشت وارد بشه فکر میکنید چه معامله‌ای میشه با کسی که قرآن حفظ کرده و عمل کرده بهش گفته میشه که اقرأ وارتقی، بخون و برو بالا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، همینجوری آرام آرام تلاوت کن، همون گونه‌ای که تو دنیا تلاوت میکردی قرآن رو همینجوری تلاوت کن و برو بالا، که جایگاه تو همون جایی که آخرین آیه‌ای رو که میخونی رسیدی اونجا. هر کسی که قرآن بیشتر بلد باشه، بیشتر حفظ کرده باشه، در روز قیامت در بهشت جایگاه بالاتری داره به شرط عمل. یه مسابقه است. میخوایم با هم تو یک مسابقه شریک بشیم. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کسانی که مرد میدانن بیان اینجا در این مسابقه با هم مسابقه بدهند. مسابقه دهندگان اینجا میدان مسابقه است. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بشتابید به سوی بهشتی که به سوی مغفرت پروردگارتان و به سوی اون بهشتی که پهنای آن به فاصله آسمان و زمین است و برای متقین تدارک دیده شده. میخوایم با شما بینندگان عزیز به همراه شما یه مسیری رو شروع بکنیم، یک حرکت بزرگ رو شروع بکنیم، یک کار بسیار با عظمت، با ارزش. میخوایم یه معامله بکنیم، میخوایم یه معامله بکنیم با الله تعالی. یه تجارت سودمند رو میخوایم شروع کنیم. یه همت جانانه میخوام از شما بینندگان عزیز برای مشارکت تو این کار، برای حرکت در این مسیر، برای قدم گذاشتن به سمت بهشت. ما همین مسلمان ها به سمت حرکت کردیم، اما میخوایم برگ ضمانت هامون رو بیشتر کنیم. میخوایم شروع کنیم به حفظ کلامش. میخوایم قرآن حفظ کنیم. میخوایم حفظ کنیم، به یاری الله تعالی حفظ میکنیم. از همین الان همت کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود حافظان قرآن در امت من شرف امت منن. و باز اون ذات نازنین فرمود الله تعالی
اون قلبی رو که قرآن در اون هست عذاب نخواهد کرد. شرط عمل. اون قلبی رو که قرآن در اونه اگه عمل کرد عذاب نمیشه. و پیامبر اکرم علیه السلام باز فرمود قرآن تلاوت بکنید، چرا که روز قیامت قرآن میاد و شفاعت میکنه برای کسانی که تلاوتش کردن. این دوستیه که هیچ وقت انسان رو تنها نمیگذاره. اینو ببریم تو قلب خودمون جا بدیم که تو قلب تنها نباشیم. برگ ضمانته. این اگه تو قلب ما جا گرفت و بهش عمل کردیم، وقتی که جا بگیره انشاءالله الله تعالی خودش توفیق عملش هم میده. چون ارتباط با قرآن انسان خود به خود سبب توفیق میشه، سبب نزدیکی به الله تعالی میشه، انسان رو میاره تو مسیر، انسان رو بیشتر تشویق میکنه. این وقتی تو قلب جا گرفت خود به خود انسان حرکت میکنه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودین میاد شفاعت میکنه روز قیامت. قرآن میاد شفاعت میکنه. چه شفاعت کننده بهتر از قرآن؟ چه شفاعت کننده بهتر از قرآن؟ شفاعت قرآن روز قیامت رد نمیشه. خوشبخت اون کسی که قرآن براش شفاعت بکنه. بیاید این شایستگی رو در وجود خودمون بیاریم به برکت رحمت الله تعالی. همه چیز از طرف الله تعالی است. تمام فضل ها از طرف الله تعالی است. اما یک قدم حرکت میخواد. ان تنصروا الله ینصرکم. شما یاری کنید الله تعالی رو در مسیری که به شما دستور داده، حرکت کنید تو مسیری که رفتید، الله تعالی شما رو یاری میکنه. یه معامله سودمنده. اگر پیشنهاد بشه که آقا کی حاضر از شما بینندگان عزیز که بیاد یه معامله چند میلیاردی داریم، قصر هاست، خونه هاست، بازار هاست، ماشین هاست، معامله میکنیم روزی چند ساعت، نه چند ساعت، روزی 1 ساعت، روزی نیم ساعت زحمت بکشید، ما این قصرها و این کاخها و این تجارت به شما میرسیم. کیه بگه نه؟ روز 1 ساعت که چی، نصف روز، کل روز حاضریم کار کنیم. ما هر روز داریم صبح ساعت 8 میریم سر کار، حداقل تا چند ساعت کار میکنیم تا طول روز. هر کسی با توجه به کار خودش، بازاریا بیشتر، اداریا کمتر. به خاطر چی؟ به خاطر چند قرون مال دنیا. آخر روزم خسته و کوفته برمیگردیم و فردا همون روز از نو، روزی از نو. میخوایم یه مسیر رو با شما حرکت بکنیم، شروع بکنیم برای حفظ قرآن کریم، برای اینکه به خودمون ارزش قائل بشیم، برای اینکه خودمون رو بالا ببریم، برای اینکه خودمون رو بیمه بکنیم، برای اینکه خودمون بهتر زندگی بکنیم، برای اینکه برکت بیاریم تو زندگی خودمون، برای اینکه خودمون رو آروم بکنیم، برای اینکه خودمون رو بسازیم، برای اینکه خودمون رو ارزش بدیم، برای اینکه خودمون رو زنده کنیم دوباره از اول، برای اینکه امت خودمون رو بسازیم، برای اینکه به اسلام خدمتی کرده باشیم، برای اینکه سرمایه‌گذاری بکنیم برای آخرت خودمون، حرکت بکنیم. حافظ قرآن بالاترین درجات رو در بهشت داره. حافظ قرآن کسیه که توجه ویژه‌ای به اون میشه. آقای سلیمانی ما نمیتونیم حفظ بکنیم، نداریم از این حرفا. ناامیدی نه. کسانی رو من خودم دیدم، حالا تجربه خودم، حتی دوستان دور بر هم نه. کسانی بودن که در سن 70 سالگی شروع کردن، 60 سالگی شروع کردن به حفظ قرآن کریم و حفظ هم کردن و حفظ کردن. 50 سالگی شروع کردن، 40 سالگی شروع کردن. نگید دیره، نگید دیره. یه همت جانانه میخوام. من تو این برنامه که اولین برنامه ماست، دوست دارم که شما بینندگان عزیز، اون کسانی که همت، نگم مردان خواهرانمون ناراحت نشن، جانانه دارن، اونایی که همت جانانه دارن قدم بگذارن تو میدان.
یک مسیر رو با هم شروع میکنیم انشاءالله از برنامه بعد. و کسانی که الان بیننده ما هستن و کسانی که بیننده نیستن، احیانا از دوربری ها، دوستان، آشنایان، برید دست اونها رو هم بگیرید، حرکت شروع میکنید و تجربی رو که به هر حال در اختیار ما بوده و دوستان دیگر و در این مجال حفظ بوده و به هر حال بررسی کردیم و تجاربی که خود بنده داشتم و تو این زمینه تحقیقاتی که داشتیم در اختیار شما میگذاریم، با هم این مسیر رو حرکت میکنیم، شروع میکنیم به حفظ قرآن برای تمام اقشار جامعه‌مون. اون عزیزانی که میخوان وقت کامل بذارن و گذاشتن برای اونها، اون عزیزانی که میخوان یک بخشی از وقتشون اختصاص بدن و نمیتونن کل وقتشون اختصاص بدن، پاره وقت میخوان این کار انجام بدن، اون عزیزان هم، برای خواهرانی که در خانه نشستن، خواهران خانه‌دار، برای برادرانی که بیرون مشغول کارن در بازار، حتی برای اون خواهران برادرانی که دانشجو هستن، دانش آموز هستن، برای همه شروع میکنیم ان شاءالله. روش‌هایی رو با هم بررسی خواهیم کرد و با هم این مسیر رو آغاز میکنیم به شرط یک همت جانانه و راه‌های ارتباطی رو هم ان شاءالله باز در برنامه بعد بیشتر در اختیار شما خواهیم گذاشت و هرچند که در همین برنامه هم هنوز فکر کنم وقت زیادیم گرچه نداریم، اما تا حدوداً یک روب دیگه وقت داریم تا پایان برنامه. اگر پیامکی شما خواستید بفرستید، سوالی داشتید در این زمینه، پیشنهادی، نظری، انتقادی، پیام‌هاتون رو بفرستید برای ما با شماره‌ای که برای شما زیرنویس خواهد شد و در طول هفته میتونید پیام‌های خودتون رو بفرستید. ما از پیام‌های شما استفاده خواهیم کرد حتما ان شاءالله. و در این برنامه که برنامه اول ماست، ما می‌خوایم شروع بکنیم ان شاءالله این مسیر رو به جد. همت جانانه می‌خوایم. تمام خواهران و برادرانی که دوست دارن ما رو در این مسیر همراهی بکنن، شرط اول همت جانانه. از همین الان تصمیم میگیریم ما این کتاب رو حفظ میکنیم، شروع میکنیم به حفظش ولو هر چقدر هم طول بکشه و میتونیم. خیلی ها تونستن. ما الان در امت اسلامی چند میلیون حافظ قرآن داریم در سنهای مختلف، از جنس‌های مختلف، از صنف‌های مختلف و حفظ کردن و ما هم میتونیم یکی از اینها باشیم. شمای بیننده هم میتونی یکی از اینها باشی. خودتو دست کم نگیر. همت جانانه نیت میکنیم. مهمترین کار در حفظ قرآن، اولین قدم نیت. نیتمون این نیست که خدای نکرده دوربری ها تعریفمون بکنن فلانی حافظ قرآنه، بریم یه جای بشینیم و ازمون بپرسن و فلان آیه رو بخون، فلان آیه رو بخونیم و به به و چه چه. کلا وحش. اعوذ بالله من ذلک. نه، هرگز نیت این نیست. به این نیت داخل نمیشه. اصلاح نیت خیلی مهمه. ما برای برقراری ارتباط بهتر با رب خودمون، با قرآن خودمون، با دین خودمون میایم به سمت حفظ قرآن کریم. ما میخوایم قرآن حفظ بکنیم فقط به خاطر خودمون و به خاطر دینمون و نه به خاطر دیگران. اینجا ما نمیخوایم مدرک بگیریم. ما نمیخوایم یه برگی روی زیرش مهر بزنن آقا برادر فلانی حافظ قرآن، خواهر فلانی حافظ قرآن. نه، سند و مدرک حافظ قرآن در قلب بشه. این کاغذها مهم نیست. ما میخوایم در قلب خودمون یک چیزی تو قلب خودمون داشته باشه. ما میخوایم از اون کسایی نباشیم که پیامبر فرمود اون قلبی که آیه از قرآن در اون نیست مانند یک خانه خراب است. ما میخوایم خانه دلمون رو آباد کنیم. ما میخوایم حرکت کنیم. خودتون، دوربری ها، خواهر، برادر، پدر، مادر، دوست، آشنا، فرزند، هر کسی رو که واقعا دوستش دارید، هر کسی رو که نگران آخرتش هستید، و همه باید اینجوری باشه. دوست حقیقی برای یک مسلمان کسی است که نگران دینش باشه، نگران ایمانش باشه، نگران آخرتش باشه. چون دنیا به هر حال هر چند روزی که ما زنده باشیم چند صبح میگذره، به هر حالت مهم اون دنیاست.
برید عزیزانی رو که علل خصوص اون عزیزانی رو که احساس میکنید واقعا توانایی دارن، استعدادش رو دارن و میتونن حفظ بکنن، از وقتشون استفاده بکنن، تشویق بکنید. اگر یک نفر با تشویق شما تو این راه اومد و این سعادت نصیبش شد و این اجر و پاداش نصیبش شد، شما هم دقیقاً تمام اجر و پاداش اون شریکید. هر چیزی که اون تلاوت میکنه اجر و پاداشش یه نسخه به حساب شما هم ریخته میشه بدون اینکه از اجر اون چیزی کم بشه. اون سبب چند نفر دیگه بشه، چقدر اجر و پاداش داده میشه. ما میخوام یک حرکت خیری رو آغاز بکنیم به همراه شما بینندگان عزیز و من خودم به شخصه این قول رو به همه بزرگوارانی که دوست دارند در این مسیر ما رو همراهی بکنن این قول رو به اونها خواهم داد. بیاری الله متعال تا آخر این مسیر شما رو همراهی بکنم و دوستانی که با ما هستند و هر عزیز دیگری که نیاز باشه ما از تجاربش استفاده بکنیم در این راه، یعنی حفظ کلام الله مجید گونه‌ای که شایسته است و روش‌های مختلف بررسی می‌کنیم ان شاءالله با هم از برنامه بعدی روش‌های مختلف رو و سعی می‌کنیم بهترین روش موجود و بهترین راهکارها رو در اختیار شما خوبان بگذاریم و این قول رو میدیم که ان شاءالله تا آخر مسیر هر چقدر هم طول کشید با شما باشیم. حالا از راه‌های مختلف ارتباطی که هست ان شاءالله باز بعداً در اثنای حرکتمون و شروع کارمون و ببینیم کسانی که واقعاً همت جانانه دارن راه ارتباطی رو ان شاءالله همچنان خواهیم داشت. گرچه وقت برنامه خب حالا ما امروز چون برنامه ابتدایی بود تماس‌های شما بینندگان رو نداشتیم و در برنامه‌های بعدی خواهیم داشت ان شاءالله و از طریق تماس‌هایی که در تلفن برنامه خود وقت برنامه هستم یک بخشی از ارتباطمون در این برنامه خواهد بود و پرسش و پاسخ، چون نیاز به پرسش هست، نیاز به پیگیری هست، نیاز به توجیه هست، نیاز به راهنمایی هست و گوش کردن هست تا یک مقداری حرکت شروع بشه، بعد خودش که رو دور افتاد با هماهنگی و پیگیری ان شاءالله خودش ادامه پیدا میکنه و ما ساعت‌هایی رو ان شاءالله برای شما اختصاص خواهیم داد و در خارج از وقت برنامه که بتونیم به صورت مستقیم بنده یا همکاران بنده ان شاءالله سعی میکنم خودم ان شاءالله حتما باشم و گوش میکنیم صحبت‌های شما رو و سوال‌های شما رو و میشنویم تلاوت‌های شما رو و به صورت یک کلاس مجازی، کلاس از راه دور ما می‌خوایم این تجربه رو انشاءالله آغاز بکنیم. نیازمند راهنمایی شما هستیم، علل خصوص اون بزرگواران و عزیزانی که تجربه استادی داشتن و حفظ قرآن داشتن و ما رو هم تجربتون رو در اختیار ما هم بگذارید تا از تجربه شما هم استفاده بکنیم و به هر حال اون چیزی رو که ما تجربه کردیم به همراه تجربه های شما انشاءالله تکمیل تر خواهد کرد برنامه ما رو و این مسیر رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد و همت جانانه شما رو میخوایم در قدم اول. تو این یک هفته تا برنامه بعدی که انشاءالله فرصت داریم چند کار بعد انجام بدیم. همین الان قبل از اینکه این برنامه تمام بشه، همین الان هر عزیزی که میخواد این مسیر رو شروع بکنه همت کنید، همین الان نیت کنید. تمام، انما الاعمال بالنیات، اولین حدیث کتاب صحیح بخاری است. هر عملی با نیتش سنجیده میشه. نیت خالصانه برای الله متعال، همتی جانانه، نیت دست یافتن به بهشت الله متعال و رضایت اوست و میتونیم، هممون میتونیم ان شاء الله. این نیت مرحله اول، نیت میکنیم که این رو شروع بکنیم از همین الان. در کار خیر زیاد تأخیر نندازیم، کار خیر رو زیاد مشورت بکنم دیگه، حفظ قرآن مشورت نمیخواد. شروع میکنیم، کار رو شروع میکنیم، هر چقدر کفاف داد میریم. اگر کفاف نداد حداقل میگیم خدای ما شروع کردیم این کار رو، تا اینجا پیش اومدیم، بعدش نشد ان شاء الله الله تعالی اجر کاملش رو ما خواهد داد. و قسمت اول نیت و همت جانانه و مسئله دوم که در این برنامه و این مسائل فقط من اکتفا میکنم، مسئله دومی که تا برنامه بعدی بسیار مهمه، ما میخوایم یک کار بزرگ شروع بکنیم. ما میخوایم یک میهمان بسیار بزرگی رو در قلب خودمون جا بدیم. لازمه که کمی آمادگی بگیریم براش، لازمه که کمی در دیوار خونه خودمون، خونه دلمون رو صفا بدیم با آب توبه، با آب اشک چشم خودمون. یک کمی از این بعد در برخوردهامون، در رفتارهامون، در تعاملمون
در نگاهامون، در شنیدنهامون، در گفتارهامون بعد کمی این شایستگی ها رو بیشتر بکنیم تا بتونیم بهتر قرآن حفظ بکنیم. تو این یک هفته سعی میکنیم بهتر زندگی کنیم، سعی میکنیم شایستگی رو در وجود خودمون بیاریم. قلبی که در اون سیاهی هست، قلبی که در اون گناه هست، قلبی که در اون شوق گناه هست، جایی برای قرآن نداره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. الله تعالی در دل هیچ کسی 2 تا قلب نگذاشته، یک قلبه و این قلب وقتی پر شد جایی برای دیگران نیست. اگر با نور پر شد جایی برای ظلمت نخواهد بود، اگر ظلمت درونه دیگه جایی برای نور نیست. یک ظرفی رو وقتی که شما میخواد داخلش شیری بریزید، عسلی بریزید، اول باید خالیش کنید از اون چیزی که داخلش بوده، تمیزش کنید، بعد شایستگی پیدا میکنه برای اون چیزی که شما دوست دارید. پس اولین مسئله همت جانانه شما رو میخوایم. من این هفته شروع نکردم به اصل روش‌های حفظ قرآن به خاطر اینکه شاید بسیاری از بینندگان عزیز آگاه نبودن و نمیدونستن که ما این برنامه رو آغاز کردیم و اگر کسانی که دوست دارید اطرافیان رو اطلاع بدید، ما در برنامه بعدی ان شاءالله در همین ساعت و همین روز در خدمت شما خواهیم بود با شروع اولین بحث از روش‌های حفظ قرآن و مقدماتی که نیاز هست و در طول هفته هم پیامک‌هایی که در این مورد دارید، سوال‌هایی که دارید ان شاءالله ما خواهیم گرفت و به فرصت مناسب جواب اونها رو خواهیم داد. و فراموش نکنید تو یک هفته سعی بکنیم بیشتر دعا کنیم، بیشتر تلاش بکنیم تا شایستگیمون بیشتر بشه برای حفظ قرآن کریم و همه کسانی که انشاءالله همت جانانه کردن و ما رو همراهی بکنن در برنامه بعد ما مسیرمون رو شروع میکنیم. از الان نیت کردیم شروع میکنیم، با همین مسیر رو ادامه خواهیم داد. بیاری الله متعال و همت جانانه من با شما به همراه مدد الله تعالی ما رو به هدف خواهد رسوند و فقط در پایان که وقت ما داره تموم میشه تقاضای دعای خیر دارم از همه شما بزرگواران، از همه شما مهربانان و از الله تعالی میخوایم که تمام گذشتگان ما رو، پدر، مادر، خواهر و برادر، فرزند، همسر، دوست، آشنا، کسانی که قبل از ما رفتن، همه اونها رو مورد رحمت و بخشش خودش قرار بده. بگید آمین. و همچنین ما و شما رو این توفیق رو نصیب بکنه که بندگان خوبی باشیم برای خودش و دوستداران خوبی باشیم برای قرآن و همیشه قرآن رو در کنار ما داشته باشه در دنیا، آخرت و در بهشت. بیاری اون روز. همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یارو. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا.